من میخوام یه نکته رو بگم آقای کیایی. من سال 1384 من مغازه پدرم کار میکردم، میوه فروشی داشتم. اونجا عاشق دختری میشم که هر روز از جلوی مغازمون رد میشد. از اونجایی که از بچگی خیلی پسر خجالتی بودم، هنوزم هستم، هیچ وقت نتونستم عشقمو بهشون ابراز کنم. 2 سال تمام هر روز من منتظر ایشون میموندم که بیان و عشقمو بهشون بگم. سال 1387 وقتی که سرباز بودم، یه موزیک بی کلامی به دست من میرسه که روش